سرخط مهمترین خبرها. وزارت مدافع از اجرای نقشه دعوت خبر داد. نماینده طالبان گفت روابطشان با تاجیکستان خوب می شود و تاجیکستان به قزاقستان برق می فروشد. با کدام شرط ها؟ درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 19 نوامبر است و ساعت در دوشنبه 10. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید نقشه دعوت جوانان به ارتش که ماه اکتبر امسال آغاز شده بود پیش از مهلت اجرا گردید. در گذشته در موسم دعوت جوانان به خدمت شکایت ها از سرباز شکار جوانان بیشتر صدا میداد. فریدون محمدعلی سخنگوی وزارت 18 نوامبر به رادیوی آزادی گفت نقشه 2 روز پیش 100% اجرا شد. در تاجیکستان سال 2 دوره در بهار و تیرماد معرکه جلب جوانان به ارتش صورت میگیرد. سالهاست که این معرکه آلوده به خبر ابله یا به زور به ارتش جلب کردن جوانان می باشد. بعضی از والدان امسال شکایت کرده بودند که مقامات به آنها با هر وسیله فشار می آورند تا فرزندان مهاجر یا دانشجوی خود را برای رفتن به ارتش از روسیه به تاجیکستان برگردانند. اکثریت دلیل فرار از ارتش را به شرایط ناخوب و دیدفشین پیوند می دهند. یک نماینده حکومت طالبان گفته است این گروه در پی آن است که با تاجیکستان روابط خوب برقرار کند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان بدون آوردن جزئیات بیشتر گفته است روزهای اخیر میان دو جانب گفتگوها انجام شد. با گزارش تلویزیون طلوع نیوز معاون سخنگوی طالبان گفته است نمایندگان این گروه با جانب تاجیکستان دیدارهای داشتند، اما حمدالله فطرت مشخص نگفته است که کیها واخوردند. پیشتر مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر حکومت طالبان نیز اعلام کرده بود روابط کابل و دوشنبه رو به بهبود دارد. تاجیکستان یکی از کمترین کشورهای منطقه است که حکومت طالبان را سخت تنقید می‌کند. هرچند ماه آگوست امسال رسانه‌های افغانستان از سفر سیمون یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به افغانستان و دیدارش با مقام‌های حکومت طالبان گزارش دادند. مقامات تاجیکستان این خبرها را رسما تصدیق یا رد نکردند. حکومت تاجیکستان جزئیات شرطنامه فروش برق نیروگاه راغون را به قزاقستان نشر کرده است. در نسخه این سند که رادیوی آزادی 19 نوامبر با آن شناس شد آمده است برق راغون به قزاقستان تنها در ساعت‌های نارسایی نقشوی در شمال و جنوب قزاقستان انتقال داده می شود. حجم انتقال برق عمیق نیست و آن تخمینی است. دو طرف در این باره عهده‌داری عمیق نگرفتند. نرخ 1 کیلووات برق نیروگاه راغون برای قزاقستان 3.4 سن یا 36 درم پیش بینی شده است. مهلت عملی سازشنامه 20 سال بوده. تاجیکستان و قزاقستان می توانند باز آن را برای 10 سال دیگر تمدید کنند. دقیق نیست که انتقال برق از نیروگاه راغون برای قزاقستان کی آغاز می شود. تا امروز 2 چرخه این نیروگاه به کار درآمده است و مقامات گفتند چرخه سوم سال 2025 فعال خواهد شد. حکومت تاجیکستان در حال میخواهد به قزاقستان برق فروشد که در داخل کشور ساکنان با محدودیت یا لیمیت برق میگیرند. به خصوص ساکنان دهات که 70% اهالی را تشکیل میدهند سر از ماه اکتبر شبانه روز تنها 8 ساعت برق دارند. موضوع فروش برق به خارج به خصوص به افغانستان قبلا هم بحث‌های را به میان آورده بود. علیشیر ایدیزاده خبرنگار و برادر شاعر و روزنامه‌نگار اسکندر ختلانی معاون اول رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان شد. انتخاب روز 18 نوامبر در جلسه شورای سیاسی حزب صورت گرفته است. ایدیزاده در این مقام احمدشاه کاملزاده را عوض کرد. کاملزاده از ماه ایون امسال در دایره پرونده تلاش تبدلات و غصب قدرت در بازداشت است. در اول ماه می امسال گروهی که خود را عضو حزب دموکرات می‌دانستند در جلسه رهبری آن سید جعفر عثمانزاده را برکنار و به جای شهبازی ابرار روزنامه‌نگار و مالک چند رسانه چاپی را رهبر انتخاب کردند. احمدشاه کاملزاده که تا آن وقت معاون عثمانزاده در حزب بود در همین انجمن معاون اول شهبازی ابرار انتخاب شد. سید جعفر عثمانزاده تا زمان بازداشت شدنش این انجمن و ریاست نوی حزب را غیر قانونی می‌دانست. روز 18 نوامبر در کتابخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه هفته تحصیل بین المللی آغاز شد. تشکیل کنندگان چاره‌بینی گفتند این معرکه امکان می‌دهد خواهشمندان با شرایط تحصیل در دانشگاه‌های خارجی شناس شوند و راه آینده خود را انتخاب کنند. گزارش همکاران عبدالغنی عبدالوهاب و شهلای عبدالله را در همین باره تماشا کنید. در شهر دوشنبه هفته تحصیل بین المللی آغاز یافت. این معرکه امکان می‌دهد که خواهشمندان می‌توانند با شرایط تحصیل در دانشگاه‌های خارجی شناس شوند و راه آینده خود را انتخاب کنند. اینجا برای انتخاب دانشگاه آمدم هستم و یک چند دانشگاه را دیدم که یکی از آنها MDIS میباشد در تاشکند و در اصلا دانشگاهی در انگلیس میباشد و یکی از فیلال‌هایش در تاشکند میباشد و حاضی هم دیده استادم یک چند تا دیگر.
نمایشگاه هفته تحصیل بین المللی همساله از سوی سفارت امریکا در دوشنبه با تشبث وزارت‌های خارجه و معارف این کشور برگزار می شود. داوطلبان تاجیک چه در بخش علم و چه کسب آموزی سمت‌های گوناگون را انتخاب می‌کنند، از قبیل صنعت و هنر، علم‌های بشری، ریاضیات و مهندسی. بیشتر مهمانان نمایشگاه خوانندگان مکتب‌های میانه هستند که می‌خواهند تحصیل را در خارج ادامه دهند. در آینده می‌فرم دانشگاه‌های طرف‌های انگلیا و امریکا و طرف‌های خیتای در این دولت‌ها خیلی معارف خوب است. خارجه بسیار دولت‌های خارجه یک از آنها خیلی پیشرفتگان، از جمله ایمیا، انگلیا، ژاپن، یعنی دولت‌های پیشرفته و من فکر میکنم که اگر دانشگاه را در همان خیلی دولت‌ها خوانم میتوانم در ساحه خود یکی از بهترین باشم. سفارت امریکا در دوشنبه چنین برنامه‌ها را برای دستگیری راهبران آینده در سراسر دنیا و هم برای تبادل تجربه میان نمایندگان فرهنگ‌های گوناگون مفید می‌نامد. هفته تحصیل بین المللی در تاجیکستان امسال از 18 تا 22 نوامبر ادامه می‌کند و در آن دانشگاه‌های معروف امریکا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و آلمان شرکت دارند. کرمل رئیس جمهور آمریکا جو بایدن را متهم کرد که با لغو محدودیت‌ها در مورد استفاده از موشک‌های دورپرواز به آتش روغن ریخت و در پی تشدید نزاع در اوکراین است. اظهارات دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل روز 18 نوامبر صدا داد. با گزارش رسانه‌ها از 17 نوامبر جو بایدن به اوکراین اجازه داده است با موشک‌های دورپرواز به درونتر خاکی روسیه حمله کند. قبلا درخواست به تکرار اوکراین در این مورد بی جواب مانده بود. چند مقامدار آمریکایی به خبرگزاری رایترز گفتند آمریکا این اجازه را پس از آن داد که روسیه سربازان کره شمالی را به جنگ طلب کرد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 نوامبر را فرا می‌گیرد. 19 ноябри соли 2020 полиси ҳисор Маҳмурод Одинаев, муовини раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистонро баъди дархости баргузории гирдиҳамоӣ дар душанбе ба ҷустуҷӯ дод ва баъди 5 рӯз ба ҳабс гирифт. Баъди чанд моҳ дар як додгоҳи пӯшида ӯро бо иттиҳоми авбошӣ ва даъват ба сарнагунии ҳокимият ба 14 соли зиндон маҳкум карданд. Одинаев, ки дар бораи поймолшавии ҳуқуқ аз ҷумла вазъи зиндониҳо бисёр интиқод мекард, яке дигар аз зиндониҳое шуд, ки ба қавли ҳомиёни ҳуқуқ парвандааш дорои ангезаҳои сиёсӣ мебошад. 19 ноябр бо як қарори Созмони Милали Муттаҳид дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи ташноб ёд мешавад, ки як шарти муҳими ҳифзи сиҳативу тозагӣ ба шумор меравад. Ин масъала дар Тоҷикистони ташнаи туристону ҷаҳонгардони хориҷӣ пурраҳал нашудааст. Кумитаи сайёҳӣ соли 2019 гуфт, ки дар қади шоҳроҳҳои асосии кишвар 400 ташноб сохтааст, вале аз назари шароити нигаҳдорӣ ба виҷа дастрасӣ ба низоми обгузар ин масъала мавриди интиқоди Тоҷикистон боқӣ мемонад. 19 ноябри соли 1951 зод рӯзи ҳунарпешаи театр ва саркоргардони театри Аҳорунд Сабоҳат Қосимова аст. ӯ пайроҳаи ҳунарии худро аз театру кино шурӯъ карда баъдан як узви муҳими тими эҷодии театри Аҳорун шуд, ки аз ҷониби ҳамсараш Фаррух Қосимов таъсис гардид ва баъд аз сари ӯ раҳбарии театрро ба дӯш гирифт. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک‌های تجارتی تاجیکستان تقریباً بی تغییر بود. 1000 روبل روسی با 106 سامانی و 100 دلار آمریکایی باشد تا 1061 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نویدی بامدادی به انجام رسید. خبر و ویدیوهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. منتظر نظر و پیشنهادهای جالبی شما هستیم. خدا نگهدارتان.